ابو مالک رضی الله عنه را یک دزد راهزن دستگیر کرد. صحابه است. از طرف طائف می آمد که در راه راهزن دستگیرش کرد. گفت مالهای من را بگیر، مرا سر بده. مرا چی کار میکنی؟ راهزن گفت نه، تو را هم میکشم، وگرنه تو رفته به عمر شکایت میکنی، من دستگیر میشوم. ابو مالک رضی الله عنه گفت این طور باشد به من اجازت بده 2 رکعت نماز آخرین را خوانم. راهزن گفت بخوان، از نماز چی می شود؟ متاسفانه چنین اشخاص امروز هم کم نیستند که می گویند از نماز چی می شود؟ هیچی. استغفر الله. خلاص 2 رکعت نماز خواند و ندا زد طرف اللهش. گفت یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید. الله را فریاد زد. راهزن شمشیرش را برداشت. ابو مالک گفت یا ارحم الراحمین. ناگهان صدای آمد لا تقتله، نکش این را. راهزن به این طرف و اون طرف نگاه کرد، کسی هست در اینجا؟ کسی را ندید. راهزن باز شمشیرش را برداشت. ابو مالک باز گفت یا ارحم الراحمین. باز یک آواز آمد لا تقتل، نزن. راهزن باز به این طرف و اون طرف نگاه کرد، کسی را ندید. باز شمشیرش را برداشت. ابو مالک باز گفت یا ارحم الراحمین. یک دم یک اسب سوار ظاهر شد، در دستش نیزه. به مجردی که آمد در سینه این زده پاره کرد سینه اش را. راهزن افتید و جسدش سوخت، خاکستر گشت. ابو مالک رضی الله عنه پرسید برادر، تو کی هستی که الله مرا مدد کرد به ذریعه تو؟ نگفت که تو مرا مدد کردی، بلکه گفت الله مرا مدد کرد به ذریعه تو. این گفت دوستم، وقتی که تو الله را صدا زدی فکانت لابواب السماء قعقعه. وقتی که تو فریاد زدی یا ودود یا ذا العرش المجید و یا ارحم الراحمین، 7 دروازه آسمان ها به لرزه در آمد. وقتی که تو دوم بار صدا زدی فرشته های آسمان به فریاد در آمدند. وقتی که تو 3م بار فریاد زدی الله من گفت کیست تیار برای مدد بنده من؟ من عرض کردم یا الله من تیار هستم، من فرشته 7م آسمان هستم. وقتی که 1م بار این راهزن شمشیرش را برداشت من از 7م آسمان صدا زدم لا تقتله، نکش این را. وقتی که 2م بار شمشیرش را برداشت من در 1م آسمان رسیده بودم، از همون جا صدا زدم لا تقتل، نزن. وقتی که 3م بار شمشیرش را برداشت من برای مدد تو رسیدم. هر کسی که الله را همین طور فریاد کند الله جل جلاله به او مدد می کند. برادران عزیز، اکنون جای تعجب این است که برای چی یک شخص خودش تنها دروازه های آسمان را می کشاد و مدد الله برایش به زمین می آمد و ما امروز نمی توانیم. حتی در مکه صدها هزار افراد جمع می شوند، دعا می کنند، نمی توانیم دروازه های آسمان را کشاده. علماهای اسلام در این مورد می گویند که از کثرت گناه و توبه نکردن ما و شما است که الله جل جلاله ناراض است. الله مهربان
به ما و شما توفیق دهد که توبه کنیم نزد الله جل جلاله و از گناه کردن باز ایستیم. برادران عزیز، سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن این خود صدقه جاریه است. این نوار را نشر کنید و در ثواب شریک شوید. برای چنین نوارهای مفید و قصه های تاریخی در همین کانال جمیل تیوی آبونه شوید. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.